جو است. گپ در اینجا است که بیاید مسئله فلسطین به از نظر سیاست شرعی کمی صحبت بکنیم. گپ در این است که من و شما را فریب میدهند مردم. این فلسطین یک موضوع شده است که بله فلسطین جنگ است. ما دعا میکنیم از الله که خواهر و مادر و پدران و کودکانی که از اینجا وفات کردند از مسلمین شهید قبولشون بکند. الله مصیبت از بالای اونها بردار بکند. الله لعنت بکند یهود و نصارایی که در اینجا ظلم میکنند و لعنت کند کسانی رو که در بالای فلسطین بازی میکنند. بازی ریتینگ میبردارند. فلسطینی ها مرده شده است. بعضی آدم ها ریتینگ برداشته است. برادر عزیزم هوره هوره وقتینچه میگن نومینه. یک وقت هوره هوره. یک سال به یک بار فلسطین هر سال جنگ است. شما فکر میکنید اکنون شد؟ شما فکر میکنید اکنون شد؟ خودی همون زدن اسرائیل فلسطین هر سال از این بدتر میزند. بله حماس میگن که حماس این حزب حماس از سال 1973 باز اکنون به زدین این 1948 70 سال باز این جنگ رفته است. 75 سال باز. شما فکر میکنید که همه روی دنیا اینا همه بیخبره؟ همه جدو باخبره. همه میفهمد این یکم حادثه نه، هر سال این حادثه هست. بله این سال کمتر سختتر، سالی چند سال پیش بوانه میخواد سختتر بود. هر ماهی رمضان مشکلی است. فرق ما اهل سنت و فرق اهل بدعت ما میگم کن. هر سال یک قسمی از مردم از بی عقیده ها، از کفار مشرکین، از حزبی ها، از دیگرها میبرند انا همین به واسطه فلسطین انا که میگن الله اکبر وقت ریتینگ برداشتن اومد. میبرد یک میگید فلسطین میکشد یونباش کرده خوب رفته. نه عقیده دارد، نه دین دارد، نه پروای فلسطین دارد، نه پروای خودش. او پروای خودش ندارد. او مشرک اگر کمی غم میخورد اول خودش مسلمان میکرد. یک قسمی مردم کارته میپرتند، کارته های بانک فلسطین به خدمت کنین، فلسطین کارته جمع میکند، پول میزند میرد. یک قسمی دیگرش پدپیش جمع میکند. لیکن یگانه طائفه ای که حق میگه این اهل سنت و جماعت است. حق چی است؟ حق همین است که مختصر حق همین است که به حزبی، به مشرک، به قبوری صوفی، به این طاغوت های حکم به غیر ما انزل الله، به این چل صوفی و چل اشعری، به گریه اینها، به وای اینها، اگر یک خسی فلسطین شکستیش راست شود، یک برگی خشکش سبز شود، بگوید که خطا کردی. ذره از این اهل بدعت فایده به اهل فلسطین است. اینها برای نفسشون همون واقعه را استفاده میبرند. سیاستمدارها سیاستش به استفاده میبرند. بیزنسمن ها بیزنسش به، فریبگری دروغگوها کارته های پول دزدیدن به. بعضی انسان ها پدپیچک بشده، بعضی انسان ها برای مشهور شدن. مؤمن دیده ای شدیم این یک ساله اولاد نیم 10 سال باز در این موضوع هر سال گاز نمیبینیم. هر سال گاب میزنیم. هر سال گیه اهل بدعت میبینیم. گریه کردن اهل بدعت هر سال میبینیم. خر سده گریه میکنند. رافضه، قبوری ها، حزبی ها مرد هم خدمت نمیکند این کار. یگانه کسانی که اینجا را آزاد میکنن اینها مؤمنین مسلمان های واقعی موحدین هستند که یگانه موضوعی که همون موضوع میتواند این مسئله را دیگر بکند، همون جا را دیگر بکند، الولا و البرا است. بسیار آدم ها گریه کرده گشته فلسطین گفت، نه الولا دارد نه البرا دارد. غلبه کردن به جماعت نیست، غلبه کردن به قوت و عدد نیست. قسم به الله غلبه به قوت و عدد نیست، نه به عدد نه به عدد. غلبه این نصرت الله است، این باذن الله است. الله گفت که این تنصر الله ینصرکم، الله نصرت میده تو را نصرت میده. چی است نصرت؟ نصرت الله، نصرت دین الله است. توحید نمیفهمی
لا اله الا الله نمیفهمی، تو چیکار میکنی؟ آدم بی عقیده، آدم مثلا برآمدی به طرف فلسطین نیست رو میریم که گمراه میشی، میری جماعت حزب الله رو میگلتی، رافضه میشی، میری غزل خونده میگردی، بعد مهدی مهدی گفت. از الله شرم دارید. پیامبر به ما این مسئله را بیان کرده. حدیث در روایت کی بود؟ الله المستعان. حدیث روایت صحیح است، از ثوبان مولا رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. سنن ابی داود با اومده است. حدیث در سنن ابی داود است. حدیث صحیح است. ببینید پیامبر چی میگه. یوشک الامم ان تداعى علیکم. در روایت اومده است که یوشک ان تداعى علیکم الامم. زود است که امتهای کفار به بالای شما میبارند. تداعى یعنی اومدن بالاتون با میبرند، شما را جدا میکنند، تفریقه میکنند، شما را نکست که امت ها شما را پاره پاره میکنند، پرچه پرچه میکنند، ضعیف میکنند، زیر پایان میکنند. چگونه؟ پیامبر مثال کما تداعى الاکلة الى قصعتها. چگونه ای که 10 نفر 20 نفر به بالای یک لگندی کلان جمع میشوید و از هر طرف هجوم کرده، انسان‌های گرسنه، انسان‌هایی که سخت گرسنه است، در بالای لگند اگر 10 نفر بر بالای یک لگند مونه چخیل میخورد؟ همه مابین 5 دقیقه با آش نیست در درون لگند. پیامبر گفتن که انا همچنین چخیلی که خورنده ها طعامش کشانه کرده میخورد، در بالای یک لگند امت اسلام به مانند لگند آمده، انا خیلی از هر طرفش میخورند، میشکنند، زیر پا میکنند. صحابه ها وقتی که از رسول الله این سخن میشنوند میگن که و من قلت نحن یومئذ یا رسول الله. ای رسول الله، آیا از سبب کم بودن ما که عددمون کم است، قوه نداریم، کم هستیم، از همین سبب ما را آمده یهود و نصارا پاره پاره کرده بازی میکند به ما و ما را تگ پا میکند، زیر پا میکند؟ عدد. پیامبر گفتند که لا، نه 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 هرگز، بل انتم یومئذ کثیر. بلکه گفتند در همون روزی که شما زیر پا میشید، شما را خیلی اومده پاره پاره میکنند، اون روز شما خیلی هم زیاد نفر هستید، خیلی زیاد انسان هستید، مسلمان ها خیلی زیاد هستید. به مانند امروز 2 میلیارد میگد، حساب یکن اینترنتی 2 میلیارد مسلمان است. اگه یا بگیر که چقدرش توحید میفهمند. ولکنکم غثاء کغثاء السیل. شما بسیار هستید میگد، ولی شما به مانند یک کفک، یک افلاسیه که در بالای همون آبی که سیل میبید، سیل وقتی که همون آب بسیار همون میآید، در بالای سیل بینید آبی که سیل میبید و همه جا رو گرفته میرد، در بالای سیل افلاسی رو میبینید، همیشه افلاسی در بالای سیل میرد. یک چیزی بیقدر است افلاسی که در بالای سیل هست، کفک افلاسی و خش و خاشاک، یک چیزی بیقدر است، خیلی آب هر طرف گرو میرد. شما بسیار هستید اما به مانند افلاسی که در بالای سیل هستید، انا همون قدر قدر دارید، انا همون قدر هستید. الله المستعان. انا قدری چند میلیارد مسلمان ها. این پیامبر گفتند. برای چی؟ دوامشو گوش میکنید. برای چی؟ ولینزعن الله من صدور عدوکم المهابة منکم. الله از قلبهای دشمن شما ترسیدن از شما رو نابود میکند. یعنی الله دشمن شما رو همین خل میکند که از شما اصلا نمیترسد، هیچ کس از شما نمیترسد. برای چی؟ برای اینکه شما مشکلی دارید، شما توحید ندارید. کسی که توحید ندارد هیبت ندارد. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. و الله به قلبهای شما مسلمان ها وهن جاری میکند. وهن چی است؟ فقال قائل یا رسول الله و ما الوهن. یک گوینده ثوبان گفتن که یا رسول الله وهن چی؟ وهن گفته چی را میگین؟ پیامبر گفتن که حب الدنیا و کراهیت الموت. دل مسلمان ها به دنیا، دوستداری دنیا، محبت دنیا
و بدبینی مرگ اندوخته می شود. انا همون روزی که مسلمان ها دنیای را نغز دیدند و مرگ بد دیدند، انا همون روز عددشون میلیون ها میلیارد ها است، لیکن قدرشون به مانندی انا همون افلاسی خش و خاشاکی بالای کفکی همون سیل است. انا همون به مانندی یک افلاسی است، قدر ندارد. انا که تو به من بگو که حب دنیا را چی نابود میکرد؟ ما دو حب داریم، الحب حبان، ما دو حب داریم، یعنی دو دوست داریم، حب الله سبحانه و تعالی و حب لغیره، دوست داری الله، محبت الله و محبت غیر الله. وقتی که محبت الله در قلبت ضعیف شد، بعد از این میتواند که محبت دنیا در قلب تو نشأت پیدا بکند و به وجود آید. قلبی که در اون محبت الله حکم فرماست، در اون قلب محبت الله عمل میکند، هرگز محبت دنیا غلبه نمیکند. کدام قلب در اون قلب محبت الله است؟ قلبی که توحید آموخته باشد، الله شناخته باشد، عظمتی الله دانسته باشد، الله شناخته باشد، بعد از این الله دوست می‌دارد. کسی که عالم به الله است محبت الله دارد و در قلب این چنین انسان محبت غیر الله هرگز جا نمی‌شود. اما انسانی که جاهل است، انسانی که از توحید بیخبر است، انسانی که عظمت الله نشناخت، انسانی که الله نآموخت و نشناخت و ندانست، از کجا محبت الله در قلب این وجود میاد؟ هرگز. برعکس محبت غیر الله، محبت دنیا، مال و فرزند جوش میزند. محبت دنیا که جوش زد، این دلالت میکرد که قلب تو قلب توحیدی نیست، قلب تو از توحید برخوردار نیست. پس توحید است علاج که امت به پای خود برخیزد. بدون توحید، غیر از خیانت، غیر از دروغ، غیر از شعار پرتایی، غیر از هره هیچ چیزی نیست. دروغ است، کذابی است. قبوری چیکار میکنه؟ چیکار کرد؟ عاقبت قبوری اگر بکند تمام عالم قبوری کشد هم نتیجهش دیدی همه تو. تاجیکا سال 1992 7 سال، چند سال، 5 سال جنگ شد، چند صد هزار وفات کرد. عاقبت قبوری ها را ببین چی شد. 30-70 صلحی عجایبات، 30-70. بعد از این نظر بکن تولیکای امروزه را و هر قبوری که جنگ کرده باشد عاقبت جنگش ببین 30-70 است. تو موحد در یک حالت میمونی. سبب خوری این امت چی بود است؟ حب دنیا. حب دنیا به کدام سبب پیدا باشد؟ حب الله در تو نباشد. حب الله چگونه است تو نابود میشد؟ وقتی که توحید ندانی حب الله نداری. کسی که موحد نیست حب الله نداره، دروغ است. و کراهیت الموت، و بعد دیدن موت. برای پیامبر گفتند اکثروا من ذکر هادم اللذات، این مسلمان ها بسیارتر در موضوع شکننده لذت ها صحبت کنید. کدام موضوع لذت زندگی شما را میشکند؟ کیف مجلس شما را نابود میکند؟ اشتهای شما را خاموش میکند؟ موضوع مرگ. در موضوع مرگ بسیار صحبت کنید که گفتن انمین تقوا را میبرد. لیکن وقتی که مسلمان ها مرگ بعد ببینند چگونه غلبه میکند؟ حالا که سلف صالح ببین که در راه الله چگونه وفات کردن دوست نداشتند. پس عاقبت الامر امت اسلام شعار پرتویی، بیرق برداری، هره ما میریم، انا پگه، انا این، انا وای، این همش فقط وقت گذرانی است. شما فقط وقتتون گذرانده شدید. این خود رضا کنی است. شما خودتون راضی کننده شدید که بله انا من هم حرکت دارم، انا من هم ماشاءالله هم. بعضی ها در فیسبوک برآمده 3 جمله درباره فلسطین نوشتند، فکر میکنند که قهرمان این دنیا و آخرت شدند. اینها بر این دیگر مسلمان نیست. بعد از این 3 جمله میدارد مزه کرده خواب میرد، نه نماز، نه دین، نه پروایی ندارد، شب و روزش کفر است. نه، این فریب شیطان است.
به توحید چنگ زن، به توحید چنگ زن. این نصرت دین الله است. توحید نصرت بده. اگر همه امت به توحید چنگ بزنند این مشکل ها در یک روز حل میشد. اردوغان پرست ها، لشکران اردوغان، ای طاغوت پرست ها که شما میگفتید تکبیر، امام اردوغان است. امام تو را ببین، امامت روش ببین، چهرهش ببین، رفتارش ببین. ما ده ها سال است که میگیم که انسان ها، اینها، این حاکم ها، این حزبی ها از نام اسلام شما را فریب میدن. فقط شما را که شما اسلام دوست میدارید فریب میدن. چیکار کرد؟ من اردوغان یک اعلان کرد، گفت که اسرائیلی ها و فلسطینی ها از در همین جنگ کردن از حد حدودی جنگ بیرون نگذارید. یعنی معنیش این که جنگ کنید، هر دو دیگریت زن، اما اینقدر این خیلی دیوانگی کرده نزنید. یعنی اسرائیل به گفته است که زن فلسطین زن و این خیلی بیزیب نزن. بالنیسه زده 1000 کسی یک بار در بالنیسه نکش. یکی زن گیرد اتروش بزده است. همین است امامشون. انا اردوغان پرستو به جواب. مدخلی ها به جواب. امیرالمؤمنینشون سیسی میگه که اگر نبود و فلسطینی ها را مردم بیچاره را مثلا یگون جو روان کردنی باشد به سوی مصر روان نکنید، به همون یگون دشت و صحرای همون اسرائیل روان کنید، هم دشت هم زندگی کنید. یعنی این چنین انسان ها، شعار من شما این چنین انسان ها نباشد. شعار من شما فلسطین 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 فلسطینه که از نامی فقط از حزبی ها شوندید، از این شوندید، از وی شوندید، گریه های رافضه مانند نباشد. فلسطین دوست نداری، اهل فلسطین دوست نداری، دعا کن، توحید آموز، دیگه هیچ هم از دست انمین وقت نمیاد. چیزی بوده یه نمین است. دعا کن و بعد از این توحید آموز. فهم که دوست کی است و دشمن کی است. این صحبت های بیجوره، این گریه های بیجوره بس کنید. بله گریه انسان میکند، خودی بنده شاید چندین بار به این چیزها به چشم ریخته باشد، اما به مانند حزبی ها یا این گمراه ها، بعض طالب علمایی که طالب علمای حزبی است و مانند اینونه که به زیر کامera به گیری و دل مردم برای دست آوردن باشد. ما از خونی وفات کرده های بیچاره های فلسطین ریتینگ برداشتن نمیخواهیم. این مسئله معروف است، مشهور است، چندین بار صحبت کردیم. خیر بالاخره امیدوارم که فهمیده باشید فرق ما و فرق اهل بیدعت همین است. الله رحمتشون بکند.